آقا سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره بریم با ضعیفترین کارت هر آرنا کلاسیک بزنیم و خب اینجوریه که از هر آرنا ما یه کارت ضعیف رو برداشتیم گذاشتیم تو ترکیب و خب جوری هم چیدم که بالانس دک رعایت بشه، مثلا که خیلی هم داغون نباشه. و خب آره، و ممنون میشم همین اول ویدیو رو لایک کنید، خیلی به من کمک میکنه، دمتونم گرم. بریم این ور. من کپی کردم ولی خب من با زپه و ولش کن، بزنیم دیگه، با همین بزنیم. اگه هم خواستید من بهترین کارت هر آرنا رو بچینم و خب بریم بتل بزنیم، لایک های ویدیو بالا باشه الان میزنیم با هم دور هم یه تریماسک بریم از ترمین اول. شانسو اسپل نزنه فقط. پیکا رو نمیدونم باید چیکار کنم آجی. چیه دکش ول کرد؟ به نازون فریوین همشگر بر بندازه ماسک تاور رو. عالی، خب زدیم اینو دیگه، خودش هم فریوین داد. خب خیلی هم عالی. اوکی، یه مش دیگه دوباره با همین میزنیم. آره دیگه. اوکی، بریم دوباره با همین بزنیم. این هم اگه فریوین بده دیگه با این نمیزنم دیگه. میریم دک دوم، 4 تا دکه. خب جفتمونم خلاه. فرنس هم فکر کنم باشه تو کارتای نرف، نمیدونم یادم نیست کارو. دیروز پیروز چیدم نتو. وای 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 وای. اوکی. وای چی داره میشه؟ چون مادرت نکن. وای 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 جون مادرت، با منو میزنم، اذیت نکن. بزن خوبه. چه پشمو عجب دفاعی کردم، انصافا فکرشو نمیکردم همچین دفاعی کنم با این وضع نت. حالا شاید بگید گارد چرا اینجاست. گارد فکر کنم تو آرنای پکاه و خب آرنای پکا واقعا همه کارتاش بافه. یه ویچ بود، بیبی دراگ بود، خود پکا بود، گارد بود با یه کارت دیگه که الان یادم نیست. واقعا من نمیدونستم کدومو بذارم، بخاطر همین گاردو گذاشتم. خب آره، بخاطر همینم هست. یه گیر ندیدین و این یه موضوع رو، فقط دابل اسپانر هم هست یارو، مجبورم اونو ول کنم. دمیج زیاد میدم ولی مجبورم. بزنه یه دونه بمبر اونجا خوبه. مگا مینیون. وای یا حسین، نت یه ذره بهتر شد. خوبه، راضیم. پکای بمیره بنازم. دفاعی کردم انصافا یه تریماس الان میچربه. آره بطرمه و دستمه، از اون ور میتونم برم سمتی که یه ماسکه. زپ خوبی بود. از این ور بریم حمله رو. پکا بندازه فکرم پکاش. وای زپو چیه داداش؟ زپو چی؟ اون ور تاورش میره. این یه موضوع خوبیه. نه نرفت، نه میره دیگه، میره. به موضوع موجی زدم پشمام. بترم برم نمیزنه. میزنه؟ نه. 2 تا زب میخوام. سایکل کنیم دیگه، زب دیگه
بردیم. وای 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 نت. وای 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 گل کردم. بزن جون مادرت بنازم حاجی، بنازم. زدیم حاجی. پشمام، واقعا پشمام. تمیز پلی دادم با اینکه نتم قطع شد. بریم سراغ دک دوم که آره دیگه دک دوم اینه. الکترو اسپریت هم دقیقا مثل همون قضیه گارده، تو زمین تو آرنایی بود که همه کارتاش باف بودن. من بین الکترو اسپریت و فایر اسپریت خب الکترو رو انتخاب کردم چون تو متا کمتره. باز فایر اسپریت توی دیریل هست ولی الکترو اسپریت رو من ندیدم تو متایی باشه. و خب آرجی هم که داریم. آرجی هم آره دیگه، آرجی هم قضیهش همین بود، یه تریماس بود با آرجی، بقیهش سرباز بود و پرینس و دارک پرینس که خب اون سه تا واقعا کارتای بافیان. مجبور شدم آرجی رو بردارم و خب بریم با اینم یه بتل بزنیم. این خب به مراتب از دک قبلی خیلی بهتره. لاگ بیت اسپل ندارم. وای 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 حاجی. دفاع خوبی بود. اینو باید خیلی کنترلی پلی بدم. فکر نکنم بشه. اسپل ندارم حاجی. کاش دگر می آوردم با این. اوکی. اسکلت آرمیه میتونه اذیتش کنه. او تسلاه بنازم. یه آرجی بریم. یه ته رفت. تامسون رو به این ور. پرتغال تامسون. خب با نمک هم آرچره بزنه. آرجی دوم داره سایکل میشه. بنازم. اینجا میشه گرفت ها. نه نمیشه آجی. این ور باید دفاع کنم اول. آرجی بیاد اکسیری یه ذره بیشترم باشه میرم. آرجی پشتش گوبلین. یه الکترو اسپریت هم میریم محض اطمینان. اوکی. همه رو بریزیم سرپل اسکیل دیگه. بنازم. بزن یکی دیگه. بنازم. شیرمرد آرجی ایوو. لیفت تسلاشو نباید اونجوری مینداخت دیگه. اون دفعه حالا یکی دیگه نهایت میزد. بنازم آرجی. داداشم آرجی. ستون گنگ. یه بربر. میدونستم لاگ میزنه. بالاخره لاگ بیت پلیریم دیگه سیدا. این چیزا رو ندونیم باید بریم خودکشی کنیم بعد 3-4 سال لاگ بیت پلی دادن. اونو میزنن. صرفا رفتم تو دفاع نگرش دارم. اینجا بریم کنترل. خدا رو شکر اینفر نداره. اسپل هم نداشتیم. خوبه. چقدر کارت داریم تو زمین هاجی. لشکر ساختیم. شما 3 تا پرنسس هم داره یارو. میرن دیگه. جی اینم از این. جایی که تسلا رفت خب اشتباه کرد. تسلاشو نمیرفت اذیت میکرد دیگه. اسپل نداشتم و همین آخرش هم دیدی 3 تا پرنسس داشت. هیچ کاری نمیتونستم بکنم. بریم دک بعدی. خب این دک هم کرکر داره. کرکر هم دیگه دقیقا مثل هموناست دیگه. کرکر هم مثل هموناست و خب هم فریز و خب هم زلزله. این دوتا رو هم داریم حاجی. دک بد سمیه. ولی خب کرکر و دیریل ایوو میتونن کار دادن. دیریل و کرکر قضیهشون مثل همون قبلی هست دیگه. آره بریم سراغ مچ. چی هجموگی نندازی ها. دیریل انداخته فکر کنم. ماشاءالله فرنس آموزشی.
بازم من اسپل ندارم. لاگ بیت خورد. اوی وای نمیخواستم فریز بزنم. باختیم سید. اون کی مرد؟ باختیم اینو باختیم. خیلی بد پلی دادم. چرا اینجوری پلی دادم؟ شاید فلج مغزی ها واقعا پلی دادم. واقعا شاید فلج مغزی ها پلی دادم آجی. آره دیگه اینو میبازیم. خیلی بد پلی دادم. واقعا دیگه بده. دیگه خیلی بده. خیلیش اینو بندازیم بره اونور بزنه. که باختم دیگه. دارم الکی همینجوری فان پلی میدم. بذار بزنه اونو. شب با دریلوو بهش اذیت کرد. اول درست پلی میدادم میزدم. کارت ندارم اینو بگیرم. یک کرک رو فریز باید بذارم کنار. خب اوکی گرفتیم. تاور رو گرفتیم. خب تاور رو گرفتیم. این خوبه. من الان چی ندارم برای برلین بیارم. من برای برلینش چی ندارم آجی. ظلمه. انصافا ظلمه ترکیبش. تاورم که میره. خب بذار بندازیم در جا آخر. نه تو آجون بنداز دیگه. هرچی داری بنداز. اسکیپ آها بدم. وای 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 داشتم میگرفتم. خیلی بد پلی دارم. این باخت تقصیر خودم بود. من صافا حالا اسپلم نداشتم دیگه. اسپل داشتم میشد اینو گرفت. خب بد پلی دادم. ترکیب بعدی حالا شاید بپرسید چرا ایدراگ داری. ایدراگ من کارت عادیشو در نظر گرفتم. حواسم به اوش نبود. کارت عادیش بین اون کارتایی که بود واقعا از همه نرفتر بود و خب گذاشتیمش. رون جاینت هم که داریم بازم این نرف بود. کلون اون فردراگ هم که آره دیگه نرف بود. گالم هم هست دیگه. بریم بزنیم. دکه نسبت به دکه اول و دکه قبلی یه ذره بالانس سره ولی هیچ کدوم واقعا خوردیم به ایرانی. هیچ کدوم واقعا اون دکه دومی نمیشه آجی. خیلی خورده ریز داشت. خوب بودون. وای که تبدیل شدم. چرا نتو بیفت چونیم مادر. اوکی با این دک میشه زد. رسخالزو میرم. خوبه مجیک آخه. کاش اینجا من فریز داشتم آج. یه فریز اینجا میزدم. حیف انداختم اوش بیاداد. حالا دارم تو اکسیر 2 برابر من اینو میگیرم. قول میدم اینو من تو اکسیر 2 برابر میگیرم. اینجا یه ذره سخت دفاع. خب ننداخت. بیفت جون مادرت. نتازیت نکنه 2 دقیقه. یه رون جاینت بریم. اونو مجبور بودیم بخوریم شاتشو. کاری نمیشد. یه اینفرنو رو ببینید الان یهو میمیره. یهو هم نمرد اونقدر ولی خب زد دیگه. اینجا اسمم میتونم برم.
یه اسپم خوبی رفتیم. خب جمع کرد. این فر نمیچسبه که این فر. خوبه. الان که اکسی 2 برای باز به نفع منه. یک گالم بریم. دارم کلون منو هنوز نیده. کلونه میتونه کاره رو در بیاره. اول این فر برای اون، بعد یه ایدراک نتون بنازم یه کلون مریض جی سیده. اشروم اسکیل رو مشاهده میکنید. اسکیل برو اسکیل. یه گالم دیگه وسط. دکو پشمام از این دک. پشمام واقعا عجب بلاک لایتنینگی کردم اونجا، هیلر انداختم. به نازم عجب دکی بود سیدا. عجب دکی بود. لا اینم 4 تا دکه. این واقعا از همه بهتر بودن. این خیلی بد بود ولی خب این باز میشد یه کارایی کرد. و خب مرسی که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگه میخواید حالا پارت بهترین ترکیبا رو بسازم اینجا هم آماده دارم. از 4 به بعد اینا بهترین ترکیبا. اگه میخواید بسازم حالا یه کامنتی بذارید، لایک کنید ویدیو رو. لایک و کامنت ها بالا باشه من میگیرم و شاید 2-3 روز بعد این ویدیو هم براتون آپلود کنم. و خب دمتون گرم. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.